چرا امروز موضوع تاجیک و ترکمن و ازبک مطرح است؟ چرا امروز عاشورا را میکوبند؟ چرا امروز برادری من از من جدا میکنه؟ چرا من در استراتژی منطقه میخوانم که ما اهداف استراتژیک منطقه را بر ضد منافع ملی افغانستان در حرکت هستیم؟ چرا باید حقیقت نگوییم؟ آنچه برای افغانها و ملت افغانستان مهم است او را در چند نکته باید به ملت خود به عرض برسانیم. اولی که ملا هیبت الله کی است؟ دومی که ملا هیبت الله را کی زعیم مسلمان ها یا رهبر افغانستان انتخاب کرد؟ سومی که منافع ملا هیبت الله برخلاف منافع ملی افغانستان در حرکت است. حکومت های تک قومی، تک حزبی، تک زبانی و تک فکری خلاف منافع ملی، وحدت ملی، امنیت ملی و خلاف آنچه است که ملت افغانستان میخواهد. اگر قرار است ملا هیبت الله زعیم ملت افغانستان هست، پس در مقابل تلویزیون و مردم و ملت خود حاضر شود و پالیسی و استراتژی ملت افغانستان را برای مردم افغانستان به معرفی بگیرد. اول ملا هیبت الله کی است؟ پدرش کی است؟ پدر کلانش کی است؟ از کجا آمده؟ کی را امیر مسلمان ها و امیر مجاهدین انتخاب کرده؟ یک امیر باید مشخص دیده شو و ما ببینیم که امیر ما در رابطه با ملت ما و مردم ما چی استراتژی داره. اگر ما یعنی شما باور ندارین که هیبت الله وجود داره؟ ملا هیبت الله هست، اما ملا هیبت الله مسئولیت تاریخی، انسانی، بشری، افغانی، اخلاقی و اسلامیشی است که با ملت خود روبرو شود و ملت خود را بگه که اینا از ملت خود چی میخواین. اگر ما در طول 3 سال مهر سکوت بر لب خود زده بودیم به خاطر ازی که ما در افغانستان جنگ نمیخواستیم، ما در افغانستان تفرقه قومی نمیخواستیم، ما در افغانستان میخواستیم که افغانستان از بحران بیرون شود و ما صاحب منافع ملی خود و تعریف برای منافع ملی افغانستان داشته باشیم که 3 سال مسلسل برخلاف منافع پس صبر شما هم لبریز شده آقای مختار. در حرکت است. میخوایم به ملت خود بگیم ملت ما لبریز است، اولادش حق تعلیم نداره، فرزندش حق تعلیم نداره، زنها را در زندان میکوبی، تاکسیوان‌ها را میزنی، مردم را میکوبی، استادا را بندی میکنی. تو کی هستی و این صلاحیت برای تو کی داده؟ او ملت افغانستان مرده هستین؟ احساس مالکیت سرزمینتان را ندارین؟ چرا باید ما گپ حق نزنیم؟ چرا باید نگیم که سر ما ظلم و ستم و خیانت میشه سر ملت ما؟ چرا باید خاموش بشینیم؟ آیا حق نداریم که صدای ملت خود را بشنویم؟ و یا ما را هر روز تهدید به مرگ بکنن، یا هر روز ما را توهین و تحقیر بکنن و ما صدای خود را خاموش بکنیم که قطعا نمی با جز از خدا از مخلوق هم ایش نمیترسیم. کجاست منافع ملی افغانستان در حکومت طالبان؟ کجاست اخوت ملی در حکومت طالبان؟ چرا امروز موضوع تاجیک و ترکمن و ازبک مطرح است؟ چرا امروز عاشورا را میکوبند؟ چرا امروز برادری من از من جدا میکنه؟ چرا من در استراتژی منطقه میخوانم که ما اهداف استراتژیک منطقه را بر ضد منافع ملی افغانستان در حرکت هستیم؟ چرا باید حقیقت نگوییم؟ به لیاز خدا عقلانی باید فکر کنیم. به سطوح آمدیم، به خدا به ملت خود دل ما میسوزه، به والله به بالله به تلا که تاریخ گواه به سر اونا خواهد بود که حقیقت را نمیگن. و حقیقت قضیه ای است که ملا هیبت الله منصورترین فردی در افغانستان است که حق تعلیم و تحصیل دختر افغان را گرفته. چرا باید بگیره؟ تشکر. کدام گپی است که ما خلاف منافع ملی افغانستان زدیم؟ آنچه که حقیقت است، آنچه که در مسائل منافع ملی افغانستان صورت میگیره ما او را مطرح میکنیم. ما میگیم که افغانستان از بحران بیرون شود، ما میگیم که در افغانستان جنگ داخلی نشود، ما میگیم که مردم افغانستان به حق تعلیم و تحصیل را پیدا کنند، ما میگیم که اخوت ملی حفظ شود، ما میگیم که ما نوکر هیچ همسایه نباشیم، ما میگیم که ما یک سیاست متوازن و بی‌طرف داشته باشیم، ما میگیم که منافع افغانستان باید تعریف شود، ما میگیم که از زد و بند داخلی دور شویم، ما میگیم که جنگ های داخلی رو تجربه نکنیم. کدام آن چیزی است که ما خلاف منافع ملی افغانستان گفتیم که ما باید تهدید به کشتن شویم؟ تشکر. برای خدا خانم پیکان برین صدای ملت و مردمتان را بشنوید. آقای مختار، پس به این حساب که آقای یوسفزی میگن این 3 نفر با یک درخواست و یک پیام رفتن نزد ملا هیبت الله.
این پیام و این درخواست چی میتونه باشه؟ سلام به شما و به بیننده های شما و از طریق شما و ملت مسلمان مجاهد و زجرتیده افغانستان. باور من است که سه وزیر جمع ملا هیبت الله و جمع تمام کابینه طالبان اگر هم یک جا شوند در روشنی منافع ملی افغانستان هیچ چیزی نداره. نه کابل و نه قندهار تا بالا به وثیقه ملی ملت افغانستان گوش فرا ندادن. آنچه ملت افغانستان و مردم افغانستان از نظام امارت خواستند به اونا گوش فرا ندادن. حق مشروع انسانی بشری اخلاقی که بر تمام مزایای بشر و انسانی برابر است، امارت طالب ها گوش برشان فرا ندادن. امارت یک نظام استخباراتی است که توسط کشورهای منطقه و فرامنطقه به میان آمده. آنچه در این نظام گم است و مطرح نیست و معلوم نیست و مشخص نیست، او ملت افغانستان و صدای مردم افغانستان و مردم افغانستان نیست. حالی که قندهار حاکمیت خود را میخواهد توسعه بدهد، ملا هیبت الله به تفرقه قومی، مذهبی و سمتی در افغانستان دامن میزند. ملا هیبت الله تمام قدرت را در اختیار خود دارد و هر جایی که دلش بخواه هم وزیر را مقرر میکنه و هم حزب میسازه. آنچه که برای ملا هیبت الله و دار و دسته استخباراتی و اطلاعاتی و قاتلش مشخص و معلوم نیست و قابل احترام نیست، او ملت افغانستان و مردم افغانستان است. سوال ما در اینجا است که ملت افغانستان در کجای قضیه است؟ مردم افغانستان در کجای قضیه قرار دارد؟ مردمی که مدت 3 سال مسلسل حق تعلیم و تحصیل برای اولاد خود، برای فرزند خود، برای دختر خود میخواهد، کجا ملا هیبت الله صدای ملت و مردم خود را شنیده؟ در این جنگ استخباراتی و نیابتی و حکومت‌های استخباراتی منطقه که در اون کشورهای منطقه هست و تمام وزیرایشان به یکی از استخبارات‌های کشورهای استخباراتی منطقه بسته است، اونا میتونن منافع ملی افغانستان را در نظر بگیرند؟ اونا میتونن صدای ملت و مردم خود را بشنون؟ اونا میتونن صدای یتیم و بیچاره‌ای را که در کابل میگرده دنبال نان و غذا و آب نداره، اونا میتونن صدایشون را بشنون؟ نه خیر. و ملت افغانستان و مردم افغانستان ضرور است که بشنوه و بفهمه حکومت طالبا و حکومت استخباراتی طالبا، حکومت نیابتی طالبا از بطن مردم نیست، صدای مردم را نمیشنوه. اگر قرار است مولوی صاحب فرزند جلال الدین حقانی صدای ملت خود را بگه، مستقیما به ملا هیبت الله بگه که حق تعلیم و تحصیل حق یک دختر افغان هست، چرا صدایش باید شنیده نشه؟ بله. حالا این سفر فکر میکنین که به درخواست خود 3 نفر صورت گرفته و یا است که اینا احضار شدن از طرف ملا هیبت الله تا نگرانی هایی را که داره برطرف بکنن؟ بله، در پسشان که از هر طرف شده باشن، خاک به سر ردچارشان. مهم اینجاست که ملت ما در کجا هست. مهم در اینجاست که صدای ملت ما در کجا شنیده میشه. مهم در اینجاست حالا سوالم است که این 4 نفره که شما میگین بالا در پسشان در اون نشست که تصمیم گرفتن بر مردم افغانستان. آقای هاتف، هیچ تصمیمی نیست. انحصار قدرت، این جزیره بزرگ در افغانستان، هر آنچه که خود اینا بخواهن، هر آنچه که دلشان بخواهن، هر آنچه که تصمیمشان باشن، هر آنچه که روایت تاریک خودشان بخواهن، اونمو منبع و محور اینا هست، چیزی دیگری در اونا نیست. شما دیدید که دین روزمتقی بابیست در یک گرد همایی که تمام لابیگران خود را جمع کرده بود و مسیج برای افغانها چی مسیج داشت؟ چی پیام داشت؟ و جز از انحصار و تحکیم قدرت تک قومی، تک فردی، تک حزبی، کدام صدای ملی شما در اونجا شنیدید؟ غیر از اینکه ما را غیر مستقیما تهدید بکنه، چیزی دیگر در اونجا شما شنیدید؟ ما یک بار دیگر آنچه که برای ملت ما مهم است، جمله رو میبندم، آنچه برای ملت ما مهم است و مردم ما مهم است و آنکه به خدا و قرآن و پیغمبر و به خاک اعتقاد داره، برای ضرورت است که منافع ملت افغانستان را در نظر بگیره. منافع ملت افغانستان در این است که ما باید دست هم بتیم و دنبال دیگر در حمایت از این نظام قرار نگیریم. بسیار تشکر. آقای هاتف زیباتر از ما چی کردن، بیان کردن، من ازشان تشکر میکنم و همین رقم خوشحال هستم که ما
آرام آرام عمومی مردم افغانستان از طیف‌ها و گروه مجموعه های بشری مختلف جامعه ما با درک وضعیت، با درک ماهیت تروریستی طالبان و با درک از اینکه با طالب با یک جریان که این هم یک ویژگی داره، نه افغانستان دوباره ساخته شده نیست و نه هم ملت پا گرفته نیست و نه همی که ما دوباره یک سرزمینی داشته باشیم که وطن همه ما باشه.